الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله سبحانه و تعالی برای رسیدن به پروردگار و سعادت دنیا و آخرت الله تعالی راه گذاشته است و مسیر گذاشته است. در این مسیر و این راه تنها و تنها با عقل قابل شناسایی نیست که انسان بگه که من با عقلم راه خدا را پیدا می کنم و به الله می رسم، بلکه در کنار عقل ضروری است و نیاز هست به اتباع انبیاء علیهم السلام که ما هم از عقل کار بگیریم و هم از نفس کار بگیریم. انبیاء علیهم السلام انبیاء علیهم السلام که راه خدا را بهتر تشخیص میدن و اونها از منبع وحی و سرچشمه وحی که راهنمایی خود پروردگار هست، راه الله تعالی، ماهران راه الله، استاد راه پروردگاران، اساتیزان که راه خدا را بلدن. روی این همه انبیاء علیهم السلام وقت دعوت دادند، دعوت به ترس از خدا و پرهیزگاری دادند و دعوت به اطاعت از خود دادند که از ما پیروی بکنید، از ما اطاعت کنید که ما راه خدا را به شما نشان میدیم. ما راهنمای راهروان راه پروردگاری. ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعونی که پیامبران حضرت نوح علیه السلام همین فرمودند که خدا را به وحدانیت پرستش کنید، تنها الله را عبادت کنید و از او بترسید و ما را اطاعت کنید. من که پیامبر شما هستم به قومش گفت که من اطاعت کنید. همه انبیا به اطاعت خود دعوت دادند که از ما حرف شنوایی داشته باشید، از ما هر گوش کنید که ماییم که شما را به راه سعادت، به راه درست شما را میتوانیم راهنمایی بکنیم. در این راه عقل هم خیلی مهمه و تأثیر گذاره. چرا اگر انسان
عقل که الله تعالی داده بعضی او را تعبیر میکنند که یکی از فرستاده های الله، یکی از پیامبرانه، ولی تنها کافی نیست. و عقل، انسان با عقل درست میتونه فکر کنه، صحیح میتونه فکر کنه، کمک بگیره از عقل برای آن که به الله تعالی برسه و از انبیاء اطاعت کنه. اطاعت از کتابهای آسمانی و مخصوصا قرآن عظیم الشان که خلاصه همه این کتاب هاست و خیر و خوبی ها همه در قرآن جمع شده، بهترین کتاب هاست، بهترین راهنمای. ولهذا اطاعت از قرآن مستقیما اطاعت الله تعالی هست و اطاعت از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست و سیره مبارکه آن حضرت در تمام زمینه ها برای من راهگشای. سیره انبیاء که سیره رحمت للعالمین، اخلاق آن حضرت، رفتار آن حضرت، منش آن حضرت، تمام در مسیر صحیح فطرت و خلقت انسانان. و سیره آن حضرت خلاصه سیره های همه انبیاء علیهم السلام هست و بهترین سیره و سیره زنده که در اختیار ما هست و در اختیار همه جهانیان هست. در احادیث صحیح و ثابت بیان شده، سیر نویسان نوشتن و زندگی آن حضرت ثبت و ضبط و در اختیار همه ما هست. این نکته خیلی مهم هست که محور بزرگ و محور عظیم اطاعت از خدا و رسول است و ما در مقابل خدا و رسول از هیچ کسی توی دنیا اطاعت نمی کنه و انسان نباید اطاعت کنه. تا یک عالمی هم اگر حرف بزنه، این حرف اگر در راستای اطاعت از حضرت رسول، در راستای اطاعت از الله تعالی هست، روی چشمه عقل برای همین یک سنجش کنه. ولی نه اگر این دستور خارجه، حالا نامش هر کسی بگذارید، شما علامه باشه و یا اسمش را ولی هم بگذارید، اسمش را حاکم بگذارید، هر طیفی باشه، اطاعت از او صحیح نیست. اطاعت از آن الله است و اطاعت از آن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. و سیره آن حضرت سیره بسیار روشنی است، بسیار درخشان، سیره کاملی است و تا روزی که امت بر مسیر این سیره حرکت می کرده اور مسیر سنت بوده و زن حضرت اتباع می شده، امت به بهترین سطح، به بهترین زندگی، به بهترین عزت قرار داشته در جهان، تا روزی که مسلمانان از قرآن اطاعت می کردن، اهل قرآن بودن. اهل قرآن اهل الله است و تا زمانی که اهل الله بودن، اهل قرآن بودن و تا زمانی که سیره آن حضرت بود و اتباع از آن حضرت می شد، تابعداری از حضرت، مسلمانان توی دنیا درخشیدن، مسلمانان توی دنیا موفق شدن، پیروز شدن. زندگی صدر اول مسلمانان الگو و نمونه تا قیامت برای همه که مسلمانان از لحاظ امکانات در جایی که مرکز مسلمانان بود و جزیره العرب بود و حجاز، مکه و مدینه بود، سامان و
زندگی زیادی نداشتن اما به شهادت رسیدن. همون سامان و زندگی استقبال کرد از اونها. زندگی دنیایشون هم درست شد و هم زندگی آخرت. توی دنیا درخشیدن تا قیامت و در آخرت می درخشن در بین همه جهانیات. این مسلمانان صدر اول و در همه بخشا، در ترحم، حتی ترحم آنجایی که نیاز بود بر دشمن ترحم کردن. و این سیره آن حضرت سیره بسیار بزرگ و برجسته‌ای با دشمنان خود، با مخالفان خود چنان رفتار کردن که سبب هدایت اونها شدن. اونها فهمیدن که این حقا. و حدیث یادم آمد که در خیبر پرچم خیبر را آن حضرت صلی الله علیه وسلم در دست سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دادند و ایشون روانه کردند به میدان. چند قدمی که رفتن حضرت علی را صدا زدند. حضرت علی ایستاد، گفت فرمود که اگر یک نفری به دست تو هدایت بشه برای تو بهتر از بهترین اموال که در میان عرب ها یاد می شد، در عرف اونها شتران سرخ بود. فرمودن که زندگی اونها بیشتر با دامه ها بود. گفت برای تو از بهترین اموال بهتر است که یک نفری از دست تو هدایت بشه. یعنی تو از تلفات جلوگیری کنید تو میدان جنگ و مردم زده نشه، هدایت بشن بهتره، مگر آنجایی که مجبور باشه بزنه. و هدایت آن حضرت وقتی که فرماندهان همی فرستاد، فرماندهان برای جنگ کسانی همی فرستاد، برای ولات امور جای برای می فرستاد که استانداری والی می فرستاد، توصیه آن حضرت بود که یسروا ولا تعسروا، آسان بگیرید، بر مردم آسانی را اختیار بکنید، سختی را اختیار نکنید، سخت نگیرید، آسان بگیرید. و فرمودند که بشروا ولا تنفروا، بشارت بدید مردم را نفرت ندید، مردم از دین بیزار نکنید که از دین فراری بشه، مردم نفرت ندید، خوشخبری بدید. و روی همین قرآن هر جایی که ذکر یاد جهنم هست و نافرمانان کنار ذکر بهشت ذکر میکنه و ثواب آخرت را ذکر میکنه، ثواب انسانهای نیک، آنانی که درست عمل میکنند، آنانی که صحیح عمل میکنند بیان میشه. هر جایی که ذکر بعد جنت پشتر جهنم ذکر میکنه. و این توازن در ذکر حتی جنت و جهنم، در ذکر عذاب و در ذکر رحمت با هم توازن الله تعالی متوازن گذاشته. مردم مایوس نشن اگر تنها یاد عذاب را بشنوند و خطیب همینجا صحبت بکنه از جهنم، مردم بسیاری هستند که دلشون شکست میخوره. لحظه هم امید، هم ایمان در میان دو چیزه، در میان ترس و خوف از خدا و در میان رحمت و امید به مغفرت خدا است. ما هم به رحمت الله امیدوار باشیم که الله معاف میکنه، میبخشه، مهربانه، و هم بترسیم که الله هم قهاره و هم الله تعالی شدید العقاب، قابل التوب، شدید العقاب، کنار هم ذکران در سوره حم مومن آغازش.
قابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. رویین عزیزان مهمه. کان حضرت می فرمودن توصیه می کردن به رحمت به مردم، ترحم به مردم، مهربانی به مردم، تشویق مردم، ترغیب مردم و اینکه مردم آسان بگیری، سخت نگیری، فشار بر مردم وارد نشه. و بهترین سیاست، بهترین اخلاق، سیاست میانه، اخلاق میانه و همه برنامه ها بهترین برنامه بود، مخصوصا در سیره و زندگی آن حضرت صلی الله علیه وسلم گذشت و بی‌نظیر بودند. من قبلا هم ذکر کردم که وقتی اسرای بدر را بخشیدند و آزاد کردند، این دنیا حیران شد. دنیا وقتی فاتحانه سال 8 به مکه وارد شدن، یک نفری را اجازه ندادن کسی بشره، بینی کسی خون نشه. و اینا کسانی بودن که اخراج کرده حضرت و صحابه را از مکه مکرمه و ظلم کردن، کشتن، جنگ کردن، در بدر جنگیدن، در احد جنگیدن، در احزاب جنگیدن، به راحت نگذاشتن مسلمانان. ولی او روز که آن حضرت فاتحانه وارد شد، آن حضرت چه ترحمی بر مردم مکه کرد. گویا امروز شما ملامت هم نیستید، ما هیچ کسی حق ملامتی شما را هم نداره، ما شما را سرزنش هم نمیدیم، کسی حق سرزنش نداره که شما با ما چه کار کردید. چیزی بوده و گذشته و رفته و این ترحم سبب شد که هم مکه مسلمان بشه، هم جزیره العرب مسلمان بشه، هم دنیا در رابطه و مسلمان فکر کنه و مسلمان هر جا قدم گذاشتن آنجا رحمت وارد شد، رحمت نازل شد، برکات آمد، باران آمد، آبادی آمد، دنیا آباد شد، آخرت آباد شد. این برکت همین پیام های الهی بود، برکت قرآن بود، برکت الله بود و برکت سیره آن حضرت، روش آن حضرت، منش آن حضرت. این سبب شد که ایرانیان زیر رحمت الله قرار بگیرن. رومی ها، دنیا نور خدا بود، رحمت خدا بود. جای اسلام هراسی در تاریخ صدر اول، در زمان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، اسلام هراسی هیچ جای تاثیر نداشت. چرا که اسلام غیر از خوبی دیگه چیزی نبود در اسلام و همه می دیدن که رحمتان، همه می دیدن که نه خیره. تا زمانی که مسلمانان بر این سیره عمل کردن، سیره آن حضرت، بر روش آن حضرت اتباع کردن، مسلمانان توی دنیا پیروز بودن، سربلند بودن، معزز بودن، کامیاب بودن. ولی وقتی که مسلمانان از سیره برگشتن و فاصله گرفتن از زندگی آن حضرت، فاصله گرفتن از قرآن عظیم الشان، چیزای دیگری را در اسلام وارد کردن، در دین چیز دیگری را آوردن، روش های ادیان دیگر را گرفتن، روش های ملت های دیگر را اختیار کردند و آوردن به جای سیره، به جای سنت، به جای قرآن عظیم الشان. لحظه مسلمانان گرفتار شدند و این پریشانی سر مسلمانان آمد و امروز هم تنها راه نجات همانه که ما از این سیره درخشان
اتباع بکنن که قرآن ما را بار بار به اتباع آن حضرت دعوت میده و می فرماید و من یطیع الرسول فقد اطاع الله. هر کسی که رسول صلی الله علیه وسلم اتباع بکنه الله را اتباع کا تابعداری کرده. تابعداری رسول صلی الله علیه وسلم تابعداری الله است. و همی فرماید اگر شما الله تعالی را دوست دارید واقعا دروغ نیست، شما خدا را دوست دارید، به خدا ارادت دارید، شما اعلام بکن. بیان حضرت می فرمایند که شما من اتباع بکنید. تابعداری من تابعداری حضرت رسول تابعداری الله تعالی است و محبت الله تعالی را خدا شما را دوست خواهد داشت. اگر شما حضرت رسول اتباع بکنید خدا شما را محبوب خواهد کرد و خدا شما را دوست خواهد کرد. و خدا را شما دوست داشتید اگر شما خدا شما را دوست می دارد اگر شما آن حضرت اتباع بکنید. روی این نکته که به همه فکر کنند یک قدر مسلمه، تا اینجا اختلافات وجود نداره و ما معتقدیم که همه باید ما فکر کنیم. الله تعالی عقل داده، این فکر داده که ما فکر کنیم بر نحوه عمل کردمون که چگونه عمل میکنیم و در همین چارچوب عمل مایه ثواب مایه رضامندی الله تعالی و چیزی که در حیات طیبه آن حضرت نبوده، چیزی که آن حضرت نفرموده است و ما با فکرمون بیاریم، با شیوه دیگر وارد کنیم، چیزی که نزد الله تعالی پسندیده نیست، ما توی دنیا هم ضرر میکنیم، هزینه های ما به هدر میرن و هم ضرر اخروی داره برای ما پیش الله تعالی. ما الان در کشورمون یک شرایط بسیار مشکل و سختی ملت ما دارن تجربه میکنن. ملت عزیز ایران، مردم عزیز ایران یک شرایط بسیار دشواری پیش آمده و شرایط سختی است. و خصوصا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ معیشت ملت ما بسیار در شرایط سختی است، بسیار در شرایط دشواری است. کسب و کار و تجارت و هم متضرر شده چون پول ما از ارزش افتاده است و پول بسیار به ارزشه و هم کشاورزی با توجه به بحران آبی که داریم. اینا یک جمعه قبل عرض کردم که بحرانهای گوناگونه. کسی در یک چیز جالب زده بود که فعلا در کشور بحران نیست، فقط یک بحران اولاده. بله که مردم بچه نمیارند و بالاخره ایرانی ها بابا عقل هم چیزی خوبی که خدا انسان عقل بده. به ایرانی ها اولاد بیارند چه بدن به اولاد. شما اول جیب ایرانی ها را پر از پول کنید، زندگی ایرانی ها با ارزش بشه و سرمایه داشته باشند و بالاخره حالا بگید که گله کنید که چرا اولاد نمیارند. و بالاخره و حالا این مردم برای سیر کردن شکم خودشون بالاخره گرفتار شدن تا بالاخره شکم
فرزندان و بچه های بیشتر را بتوانند سیر بکنن. همونی که الله تعالی داده همونا را نگهداری کنن. کشاورزیمون و بهداشتمان و درمان و دارو و به هر حال همه اینها با چالش و مشکلات روبرویه. و وقتی که ما میبینیم این اصناف مختلف را که مرتب اعتراضات دارند و بعض نشستگان هم فریاد میزنند که سفره ما خالیه و معلمان فریاد میزنند، کارگران فریاد میزنند، کارمندان و بسیاری هست که با زبان فریاد نمیزنه ولی دلشون فریاد میزنه. این شرایطی که الان در کشور ما داریم مسئولان به این شرایط دریابند و روی شرایط فکر کنند و تمرکز را بر خود ملت که صاحب این وطنند، صاحب بیت المالند. کشور هرچه ثروت داره، هرچه منابع داره، هرچه ذخیره های خداداده‌ای در این کشور موجوده، مال همه ملت ایرانند، نه مال دولتان، نه مال حاکمان، مال ملتان و حاکم، حکومت، دولت امانتدار مردمان. مردم اونا را به عنوان امانتدار گذاشتن، مردم گذاشتن، مردم اونا را انتخاب کردن. و هیچ دولتی توی دنیا، هیچ حکومتی توی دنیا سرمایه های ملی را و بیت المال را نمیتونه جای دیگه هزینه کنه و ذخیره کنه یا بده و صرف کنه، خصوصا در چنان شرایطی. و بعضی آمار وقتی ما میبینیم مثلا حیران میشه که برای بعضی از مراسمات مذهبی که در صدر اول هم سابقه ندارند، در حیات طیبه حضرت نبودند، اگر می بود که همه ما بالاخره روی چشممون میگذاشت، اگر سیره آن حضرت باشه، اگر آن حضرت این نوع مراسمات داشته، اگر حضرت علی این نوع مراسمات داشته، اگر حضرت حسن و حسین داشتن، اگر حضرت زهرا و خدیجه داشتن، و اگر در عصر اول و صدر اول بود، اینا مال صدر اول هست، همه من روی چشم میگذاشته. ولی چیزی که به هر حال در او صدر اول نبوده دیگه اتفاقی هم نخواهد بود. ولی این هزینه های مهم که هزاران میلیارد برای یک مراسم مذهبی صرف کردن از بیت المال ایران، از بیت المال ملت که محتاجه. الان گذشته که میگفتیم محتاج مردم ایران بد میبردن، گفتیم نیازمند بد میبردن، ولی الان نه، الان محتاج ملتی هم کارمند، همین نیروهای ما، نیروهای مسلح ما و همه طبقات و همه طیفها. حالا نه، در گذشته می گفتن که فقیرترین طیف در ایران کارمندان است. این خود کارمندان می گفتن. کارمندان به ما چنده نمیدن در برای مسجد و مدرسه و آقا کاری خیره. کارمند میگه ما خودمون محتاجیم و شهریه من را، حقوق من را قبل از اینکه ما تمام بشه تمام میکنیم. کسی گفت که من و خانومم چند سال قبل در دولت گذشته گفت من و خانومم، خودش هم نماینده بود، خانومش هم یک در حد بالا شغلی داشت، گفت ما هر دومون هر چه درآمد داریم میگذاریم و تا 20 روز ادامه میدیم زندگیمون، 10 روز دیگه میریم دنبال کار. بله،
و این نماینده مجلس ہے که 1001 حرف پشتشونه که آقا اینا زیاد میگیرند و آقا اینا پول میگیرند و اینا فلان میکنند و همون نماینده مجلس هم بیچاره هست با این وضعیت، بالاخره نمیتونه زندگی بکنه، برای همه هستیم. این حرف دل همه، درد همه. وقتی که این همه درد وجود داره توی کشور، به روستاها اگه برید، اونجایی که شغل دام بوده داما را پروختن، بر اثر قحط دام از دست دادن، کشاورزی را از دست دادن، باید بشین انسان گریه کنه اونجا و به حال بعضی باید بشینه خون گریه کنه انسان توی کشور است. و در این شرایط مثلا از وزیر راه صحبتش را دیدم من توی رسانه، گفت 3000 میلیارد ما هزینه کردیم برای همین این مراسم که داره می آید، مهمانای خارجی و داخلی می آید، هزینه می گیرن و او غذا و امکانات و دوا و اینها که هم حد و مرزی نداره. و شوی کشوری که خود مردم اینجا، خود این مردم دارو پیدا نمی کنن. کسی آمد پیش من یکی نه میگه که دوا گیر نمی آید، آمپول گیر نمی آید، میرن از بازار آزاد تهیه میکنن، به قیمت گزاف تهیه میکنن. خب ملتی که خودش این نیاز داره آیا منصفانه هست و آیا درسته که این همه هزینه برای یک مراسم مذهبی بشه؟ توی مراسم مذهبی متاسفانه غیر از این هزینه هایی که اینجا یک چیزی که وزیر داده بود، دیگه مسائل ما میخوانیم که خیلی هزینه ها داره. از کمیسیون رئیس کمیسیون امنیت ملی چیزی خواندم که فرمود ما از یک کشور 30 میلیارد دلار میخواهیم و ظاهرا هیچ امید برگشت هم نیست از این 30 میلیارد دلار. واقعا شما یک کشوری برای مثل امریکا اگر 30 میلیارد بده یا مثل اروپایی، کشورهای اروپایی خود ثروت کلان دارند، ولی مایی که محتاجیم، ملت ایران که نیازمنده، این پولش چرا بیرون بری خرج بشه؟ شما یا جای دیگه گفتن که بیمارستان داره درست میکنن توی کشور، رئیس رفته بود، رئیس جمهور و بعضی جاهای دیگه. بالاخره اینه که ما ایرانی هستیم، هر جا بریم پول خرج کنیم. بابا ما ایرانیم، درسته، ملت بزرگ ملت ایران و یکی از بهترین ملت های، ولی وقتی که چراغی که همین مردم میگه آیات نیست، ولی تجربه مردم، عرف مردم، چراغی که به خانه روا نیازه، به مسجد میگه حرام، مردم میگن. و شما وقتی خود این ملت نیاز داره، این سرمایه ها یه انگفت چرا بیرون بره در کشورهای دیگه خرج بشه؟ و خصوصا توی جنگ ها، و جنگ تباه میکنه، میسوزه. امریکایی چرا افغانستان ترک کردن؟ امریکایی کس نداشتند، همی حالت درگیر امریکایی ها با دولتشون که چرا شما نیروها را خارج کردید؟ بابا او که خارج کرد حساب شده خارج کرد، گفت که نیروهای ما هم طلب میشن و دلارهای ما هم به متضرر شدن، سرمایه امریکا ضربه خورد، اینجا بی حد و بی حساب پول در افغانستان خرج میکرد. خب عقلانه نیست که ما هم تلفات جانی بدیم و هم نقصان و ضرر و زیان مالی بدیم. بالاخره اعتراضات و فحش‌ها را امریکایی همه تحمل کردند و نیروهای خودشون خارج کردند.
جنگ تباه میکنه مملکت. حالا اگه یک جنگ مستقیمه یک کشور شرکت داره مثل جنگ ایران، جنگ عراق که بر ما تحمیل شد، جنگ عراق ما نه جنگیدیم با عراق با ما جنگید، نقصان خیلی داشت، اما او زمانه همه ملت توی صحنه بودن، کمک میکرده و جنگ مردم انجام دادن در کنار دولت و حاکمیت. و این توی منازعات بیرونی که بعض جا ما شرکت داریم و بالاخره هزینه میکنیم، این نتیجه همین مسائل که امروز این ملت افتاده و نیازمند شده، محتاج شده. و ما به عنوان شهروند بنده این صحبت میکنم، شهروندم، چون این ملک اگر آباد باشه همه آبادیم، همه ملت آباده. و اگر این مملکت مشکلات داره، فشار روی مملکت بر همه ما. شما در چنان شرایط گیر کردید، شما باید تمام تمرکز کنید بر همین خود ملت. شما معذورید الان از مسائل دیگه، روی مسائل مذهبی فکر کردن تنها و حتی حکومت مذهبی، دولت مذهبی صرف توی دنیا، بالاخره همینی که ما تجربهش کردیم اینجا جواب نداده. کاش که از هم اول ملی و مذهبی فکر میکردن. اگر هم ملی بود و مذهبی فکر میکردن بهتر بود. تنها مذهبی که بشه و غم و هم و فکر فقط مذهب بشه، این نتیجه جواب نمیده به انسان. و این ما میگیم که شما روی مسائل ملت باید فکر بشه و نه مذهب. بر مذهب هزینه نکنید، هزینه رو بر مردم بکنیم و مهم هست که مردم نگهداری بشن، به مردمتون برسید، به ملت برسید. و جانبازان هم کسی از یادداشتی داده که شاید این خودش از جانبازان کسی باشه، دادن که جانبازان و ایثارگران هم مشکل دارن. حالا جانبازان که مورد توجه بودن در گذشته، ولی کار به جای رسیدی که الان جانبازان هم اعتراض میکنن، شکایت دارن. ایثارگران و کشوری که تلفات دادن، خانواده شهدان برای تمامیت ارضی کشور، برای دفاع از کشور، اینها همه ضرر و زیان دادن. اخیراً به هر حال مشکلات های زیاد متاسفانه پیش آمده و یک چیزی که انسان مقدار رنج میده دستگیری های اخیر هستند و مخصوصا کسانی که در این خیزش های اخیر به هر حال تلفات دادن، بچه هایشون کشته شدند و عزیزانشون کشته شدند و از اینها کسانی را دستگیر میکنند که مثلا سالگرد چیزی مراسمی نگیرن و اینا خودشون تلفات دادن، اینا جریح دارن، اینا مجروحن. اینها باید با اینها محبت بشه و اینها دستگیر بشند و سرشون به دادگاه ها بیفته و اعزاریه دریافت کنند. این واقعا در داور است. و اخیراً به خاطر همین جریان های سالگرد به هر حال از این نوع دستگیری ها توی کشور زیاد شده. تصفیه اساتید مجرب و برجسته و کارکشته دانشگاه ها
اخراج، انفصال، تعلیق اساتید و دانشجویان که بسیاری اخراج میشن، بعضی را تعلیق میکنن. این واقعا که بخش تعلیم، بخش آموزش های عالی هست، خصوصا خیر خسارت خیلی غیر قابل جبرانی است. دنیا همه برای شخصیت های علمی میگردن و بسیاری از کشورها دنبالند که ایرانی ها از دانشگاه ها بیرون بیایند و پزشک و متخصصان علوم دیگر بیرون بیایند از ایران که ما اونها را استفاده بکنیم و میرن دنبال اینها، منتظرن مثل یک شکارچی که برای شکار منتظر شکار بکنه. برای مغزهای متفکر و انسانهای علمی دنیا انتظار میکنه. و ما بعضی از همین افراد منکر رفتم، بعضی جا من در جریانم که آقا منازعه پیش آمده، کشمکش پیش آمده، او میخواه ببره، این میخواه ببره و هر کسی در بهتری جایگاه میبرن که از اینها استفاده کن از وجود اونها. و همه این کشورهای هم جوار حتی دنبال همه الان که ایرانی ها دارن، بعضی میرن بیرون و ما اینها را استفاده بکنیم و اینا بالاترین نقصان برای کشور ما داره. ما معروف تو این رسانه ها که داره جاگزین میکنند در دانشگاه ها اساتید دیگه میارن و این همین اساتید هم که بالاخره تجربه زیاده ندارن و این سطح دانشگاه ها را و اعتبار دانشگاه ها، وجاهت دانشگاه ها بسیار کاهش پیدا میکنه. مراکز علمی حالت شوی توی همه مدارس دینی هم اگر شما نگاه بکنید، جایی اگر 4 طالب هست به خاطر استاد میآید که مدرس کیه که تدریس میکنه. به درس هر مولوی مردم نمی نشینن، به درس هر دانشگاهی که دکترا گرفته و مدرک گرفته شاگرد نمی آید، دانشجو نیاز داره به استاد کارکشته کهنکار و دانشگاه ها مراکز علمی به اینها نیاز دارن. اینها را باید منت کنیم و بیاریم، هزینه بدیم، هزینه بکنیم. اگر سطح دانشگاه ما پایین بیایند سب مدرک زیاد میشه، میآید دی برای گرفتن مدرک، ولی علم ضربه میخوره، دانش ضربه میخوره. و اخیراً این دستگیری بعضی از علما بالاخره هم نگران کننده هست و مولانا عبدالمجید که از همکاران اینجا هستند و مدت است توی زندان و ماموستا خضری نژاد از علمای کردستان بسیار عالم معتدل، عالم بسیار صحیح و درستی است. بسیاری از ماموستاها، بسیاری از مولوی ها، اخیراً مولوی مولانا فتحی محمد نقشبندی که از علمای مفیدی توی منطقه همیشه همراه بوده، هم اینجا همراهی کردن در راستای وحدت، در راستای برادری و ایشون یکی از علمای مطرح هست توی منطقه و دستگیری ایشون و بازداشتشون و به هر حال هم توی منطقه اثر منفی داشته، مردم نگرانند. بعضی از اساتید ما هم که اینجا بازداشت شدن، اخراج شدن بیرون، هم از این اساتید که مدارس برای خود میکشن، اونا رو دانشگاه ها برای خود میکشن و این زندگیشون رو اینجا گذراندن و خودشون هم
سرسخت مدعیین که مال این منطقه اینجا تولد شون در این خاک بوده، اینجا تحصیل کردند، اینجا درس دادند و آدمان نخبه‌ای بودند و یک شخصیت علمی از علوم عصریه و دانشگاهی باشه یا دینی باشه واقعا دست بدیم، جای دیگه ملت ها این ارزش رو نمیدانن و این واقعا نقصان هست. ما معتقدیم که بهترین راه گفتگو هست. اگر از عالمی شکایت موجوده، یک عالم حرف زده و کسی اعتراض داره بریم گفتگو کنه، صحبت کنه. ما که سر همه منبر هم دعوت میدیم که شما اگر من حرف خلاف زدم منو بگید، جلو حرف گرفته نشه، ولی حرف تند ما هم نمیزنیم. ما دست به نبض شما میگذاریم و حرف میزنیم که نبض تیز نشه. بالاخره در حدی که شما تحمل کنی حرف میزنی، حرفا خیلی زیاده. اگر اون حرفا گفته بشه که خیلی مشکله. ما خیلی چیزها را پنهان میکنیم. نیست که هرچی حق بوده ما گفتیم نه خیر، حقا هست که بگیم و خیلی مهمان مفیدن، ولی میگی که بالاخره دلها تنگ نشه و حرفا ملایم میکنیم و میدیم، چون حق تلخه با شیرین کر طرف بخوره به نفع شما، به نفع شما. اگر عاقلانه نیست و منصفانه هم نیست که ما بیرون هزینه کنیم و ملت خود را از دست بدیم، این کدوم عاقل این کار میکنه؟ شما اگر هزینه کنید و ملت خودتون را راضی بکنید، شما قوی توی دنیا، شما موفقی. هزینه را همه تمرکز بیده اینجا، اینه میگیم. و حالا اگر گذشته هزینه کردید، حالا او رفته به برک نمیگرده. او میلیاردر که بردن ما میدونیم که اون هیچی بر نمیگرده، ولی شما از این هزینه های جدید نفتی به فروش میرسه، چیزی به فروش، همه ملت تمرکز کن، دیگران رو بگید که الله ما خودمان محتاجیم. هیچ کسی کیسه ندوزه که ما به او پول بدیم. بابا الله خودمون نیاز داریم، مریض داریم، مشکل داریم. و ما اعتقادمون همینه، بر گفتگو معتقدیم که شما مولانا نقشبندی حرفی زده بود، حرفش قابل تحمل بود، نه غیر تحمل باشه. و شما اگر صحبت مسائلی هست بهشون صحبت بشه، حالا خودتون صحبت کنید، دیگران صحبت کنن، بهتر از دستگیریه. دستگیری من به شما بگم این مطلب را که دستگیری جواب نخواهد داد. هر چیزی که میتونه جواب بده و بالاخره اون نشسته با مردم و شنیدن حرف مردم هست. و وقتی که درد توی بدن مریض موجوده و میناله توی بیمارستان و پرستار میاد و تهدید میکنه که تو حق نداری که بنالی، بابا این عاقلانه نیست. شما این پرستار داروی بده، درمان بکن، او درد داره که میناله. من دیدم پرستارها را که تو بیمارستان با بیمار درگیرن، میگه بابا تو آسایش ما را به هم زدی، همه مینالی. خون نناله چه کار کنی بابا؟ درد داره، درد داره میناله. شما هر چه که بزنید وقتی که درد موجوده، آقا میگه حرف نزن، آقا اعتراض نکن، آقا بابا درد داره، شما دردش را علاج کن. شما این ملتتون که بالاخره میخواهد، این ملت همون ملتی که شما را سر کار آورده، این ملت به جمهوری اسلامی رای داده، شما نمیتوانستید، ما نمیتوانستید.
رهبر فقیدم نمیتوانست اگر ملت رای نده به جمهوری اسلامی بیاد. جمهوری اسلامی را مردم آوردند، انقلاب هم همه علمای دنیا را جمع می کردیم، ما فیروز نمی شدیم توی انقلاب. مردم انقلاب کردن. این دانشگاهی، همین دانشگاهی، همین استادی، همین دانشجویی، همین زن، همین خواهران. بالاخره که علا نگران و پریشانند، همین خواهران انقلاب فیروز کرد، همین زنان شیر زن در جبهه فیروزی آوردن، همین شیر زنان انقلاب آوردن. و اینها مردم شما، مردم ایران مردم مهربانی است. مردم ایران اهل گفتگو اند، اهل اندیشه اند. و اینا بشینید، شما کم نمیارید، خیال نکنید که کم میارید. نه، اگر شما بشینید شما میبینید که نتیجه داره. بشینید رضایت اینها را بگیرید، ببینید به چی چیزی راضی میشن، خودتون تعدیل کنید. اگر ملت میگی همون حرف ملت عمل کنید. با مردمتون کنار بیایید. الان ناراضگی، من به شما بگم عمومی ناراضگی. یکی گفته بود، یکی که گفت همه مذهبیون ما را کافی هست. همینه که به مذهب فکر میکنم بابا اینها او مذهبی هم گرسنه‌ایه، شکمش خالیه. اونی که در کنار شما برای شما کار میکنه هم شکمش خالیه، بچه‌اش گریه میکنن، درد دارن. شما حرف اینها را گوش کنید و اینا بشینید. گفتگو بهترین راست. و تا این درد موجوده بالاخره درمان نشده. و این به هر حال این فریاد خاموش نمیشه. و توصیه بنده به همه مسئولانه که علاوه از اینکه به گفتگو با مردم بشینند و صدای مردم دریافت کنند، فریاد مردم دریافت کنند، حالا هم خیلی دیر شده که فریاد مردم چیه. علاوه از این به مردم ترحم بشه، به مردم مدارات بشه، برداشت کنی از مردم. اگر کتک شما را هم زدن هم تحمل کنید، بگذارید شما را کتکی، چوبی، مشتی اگه زدن هم تحمل کنید. اگه فریاد تحمل کنید، خشتنداری نشان بدید در مقابل مردم. و فیروزی به همینه که انسان خشتنداری نشان بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بله، مسجد الحمدلله از چند بود کار داره انجام میگیره که جمع بشه، کار جمع بشه. و با توجه به این مشکلات و تورم و گرانی ما خیلی با مشکلات عزیزان مواجه هم. و انشالله یه توجه خاصی بکنید به سمت مسجد. همین کارتخان هست اینجا در دم در و خیرین اونجا هم هست، مراجعه کنید و به هر حال به مسجد برسید و دست بالا بگیرید که ما اینجا مسجد بدهکاره و ما جواب همین کارگران و افرادی که کار میکنن بدیم. الله تعالی شما را جزای خیر، توجه خاص شما را در این باره میخواهم. و میدانم که شما ناراحت هستید بسیاره، ولی بالاخره بازم توصیه میکنم که انشالله با ذکر بعد از نماز انشالله تشریف ببرید به خانه هایتون، ذکر الله تعالی را بکنید. ولی ذکر الله اکبر، ذکر خدا بزرگتر و بالاتر است. الله تعالی شما را موفق. شما من بگید که از تحمل
بالاخره ماها باید دست بگیرید که ما چند اندازه تحمل میکنیم. به هر حال در جمعه خونین که این همه مردم کشته شدن، این همه مردم تلف شد، مفت اومد، هم مسئولان میدانند، از اینجا تا تهران میدانند که مردم بدون کوچکترین گناه داخل مسلح زده شدند و شهید شدند. و تا حالا یک نفر از قاتلان هم ما اطلاع نداری که باز زندان باشه، بازداشت کردن وایل کردن و اینکه قصاص اجرا بشه و از این. ولی الحمدلله مردم از خودشون صبر نشان داده، ما هم صبر کردیم و شما حرف تحمل کنید. وقتی این همه این اگر ناراحتی به جانب دیگر پیش می آمد چه می شد؟ ولی مردم آفرین بر این مردم که مخصوصا خانواده شهدا، مخصوصا مجروحین که به امید نشستن که بالاخره یک روز به حقشون برسند. اینا حقشون را اینا نبخشیدن ولی امیدوارن که روز به حقشون برسند. شما همین حرفی حدیث صحبت که میکنه که احساساتی میشه گفتگو کنید با او، تفهیمش کنید. این عاقبتش برای هم منطقه، برای خود حاکمیت، برای همه ما بهتر هست که ما به هر حال تحمل داشته باشیم. برای زندانی ها دعا کنید و ما این درخواست من هست و خواسته همه مردم، خواسته من تنها نیست که هم علمای زندانی، مولانا فتح محمد نقشبندی، مولانا کوهی، مولانا عبدالمجید، مولانا ماموستا خضری نژاد و سایر علما مربوط به همه ملتان و مال همه هستن و علما خیرخواهی وظیفه ذاتی علما هست. علما را آزاد کنید، سایر زندانی آزاد بشن، خواسته ملی و همه مردم و هم دانشگاهی ها هستند، دانشجویانان که از بهترین اقشار ما هستند و دیگر زندانی هایی که به هر حال رفتن زندانی های سیاسی و به جای زندان با اینها گفتگو بشه، از راه گفتگو وارد بشن مسئولان و این امیدواریم که الله تعالی همه را آزاد بگردانه.